عدو داریم کجا میریم عدو؟ عدو 1 ماه دنبال کار میگردیم از گرسنگی مردیم عدو. نگران نباش پسرم، به خدا توکل کن. توکلم خداست. اونجوری که تو هر چند قدم یه بار سیگار میکشی تا 10 سال دیگه هم کار پیدا نمیکنیم. من همسن تو بودم. باز شروع کردی عدو. عدو تو همسن من بودی، اصلا هیتلر تو بودی. باشو بریم پسرم، زمونه عوض شده دیگه، احترام نمونده. بریم. خب عدو راست میگم، اگه حرفات 1% هم درست باشه باید الان یه چیزی داشتیم، نه اینجوری آواره باشیم. تنها چیزی که درست بود قدیما همین کتک زدن بود. فقط بلد بودیم کتک بزنیم. درسک. کمی دست به جمهوری غلام آقا. چشم آقا تیمور، نگران نباش تا آخر ما تموم میشه. خدای میگم که نداری. چشم. همش میگی چشم. سلام کارگر. سلام دکتر. های چی میخوای؟ گوسفند داری میچرونی؟ با کی کار داری؟ من و پدرم دنبال کار میگردیم، اومدیم کارگر نمیخوایم. نه نمیخوایم، نیرو تکمیله. اشکال نداره، ما بدون حقوقم کار میکنیم. فقط جا و غذا بودیم، ما اینجا غریبیم موندیم تو بیابون. برو آقا، ما نیرو لازم نداریم، برو دنبال کارت. همون بهتر که حمالی کنی حیوان. نیرو لازم داشتیم، به خاطر همین حرف تنگ شده باشه نمیذارم اینجا کار کنید. در مون کی بود غلام؟ جانم آقا. کی بود؟ هیچی. من خودم همه چیو شنیدم. بگو بیام کمکتون کنم بلکه زود تموم بشه، من شرمنده مردم نشم. غلام آقا من شرمنده مردم بشم زراجن از شما میگیرم ها. چشم آقا. بگو بیا سر کار. بدو. حنبال جانم مهندس. برو وسایل تو بیاره بیا کار کنید. جدی؟ نه مشقیه. عدو بیا کار اوکی شد بریم. خدا رو شکر. یه کاری بکنم که نتونی دورت اینجا کار کنی. صبر کن.